درود به کاربران رادیو آزادی از پراگای افتوبی. تشکر میگم که برای تماشا رادیو آزادی، سامانه رادیو آزادی و همین گونه کانال رادیو آزادی رو در یوتیوب انتخاب میکنید. شالای گلخوجه هستم که چون همیشه در همین وقت شما رو با خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان قبل از آغاز برنامه خبری که در ساعت 1 با وقت پراگ تقدیم شما میشود آشنا میکنم. اما حالا باشد ساعت با وقت پراگ 10 است و در دوشنبه ساعت 1 و تو این لحظه ها ما چند خبری رو دسترس کردیم که فکر میکنم برای شما هم دونستن آن جالب است و این خبرها هم مهم هستند. خب هویدوی 5 ساله رو در آرامگاه تماشاتپه شهر کلوب دفن خواهند کرد. جسد این طفل 5 ساله رو صبح امروز نخست به دوشنبه و بعد این به شهر کلوب انتقال دادند. تابوت را از روسیه پدر و مادر هویدو همراهی میکردند. پدر هویدو میگوید بعد دفن دخترش هفته بعد به روسیه برمیگردد و کوشش میکند که قاتل و تجاوزکار دخترش مجازات سنگین بگیرد. یادآور میشم که هویدو تیلوزاده 22 ایول در سرپاخوف ولایت مسکو ناپدید و یک روز بعد تن بیجان او را پیدا نمودند. این حادثه واقعا هم در روسیه مردم و در تاجیکستان را تکان زده کرد با این وحشیتی که صورت گرفته است و باید گفت که دیروز دادگاه در نسبت متهم به تجاوز و قتل این دختر توجیک جوان 27 ساله را به 2 ماه حبس پیشکی گرفت و طبق تشخیص طبی و سودی که دیروز انجام شده است معلوم شده است که این دختر نخست تجاوز شده و بدن یک ضرب کورد هم خورده است ولی در پی نفس گیر شدن او به هلاکت رسیده است. خب شما میتوانید در برنامه خبری نوارها را از جریان مراسم ویدیو با این طفل 5 ساله ببینید و همین گونه از اون که چگونه تابوت او را همکاران ما در دوشنبه و کلوب پیشواز گرفته. در پاکستان پارلمان و نخست وزیر نو را انتخاب میکنند. در انتخابات نامزدها از 125 حزب شرکت دارند. در تاریخ 70 ساله پاکستان باری دوم است که حکومت در انتخابات دیگر می شود. از این پیش حکومت ها با تبادلات نظامی عوض می شدند. تحلیلگران میگن ممکن است امسال با پارلمان نمایندگان احزاب گوناگون وارد شوند و تاسیس حکومت هم به آسانی میسر نشود. تفصیلات را شما میتونید در برنامه خبری تماشا کنید. از حساب مبلغ فطر روزه میلیون ها سومانی جمع شده است. مسئولین کمیته کار با دین میگویند مبلغ های مذکور را به خانواده های نیازمند تقسیم کردند. مسئله با دستور مقامات جمع‌آوری فطر روزه در ماه رمضان امسال بحث‌های گرمی را برپا کرده بود. ساکنان میگفتند آنها بهتر میدونند که باید به کی خیر کنند. رهبریت کمیته دین درباره موجودیت نقشه جمع‌آوری مبلغ و مجبور بودن و یا نبودن جمع‌آوری فطر روزه چی گفتند در برنامه خبری با تفصیل خواهید فهمید چون همکاران ما در نشست خبری کمیته دین شرکت داشتند و از اونجا تفصیلات بیشتری را آوردند که برای شما در یک گزارش پیشنهاد خواهند کرد. باز شدن مرزها ازدواج را بیشتر کرده است. مقامات توجیک از افزایش بنیاد عائله مشترک میان ساکنان تاجیکستان و ازبکستان خبر میدهند. همکاران ما یک چنین عائله نو بنیاد را پیدا نمودند که گفتند خوشبخت از آنند که تصمیم‌های سیاسی راه را به خانه بخت آنها هم باز کرده است. در عین زمان با گرم شدن مناسبات حکومت‌های تاجیکستان و ازبکستان رشته‌های همکاری‌های علمی قطع گردیده بین دانشگاه خوجند و مکاتب عالی همسایه کشور از نو پیوند می‌شود. انتظار می رود که در آغاز سال نو تحصیل از عنوانجوها و ماجسترهایی که در ازبکستان هستند برای تالیف رساله های علمی و تحقیقاتیشان به خوجند بیایند. و بیننده عزیز تا شروع برنامه خبری که کمتر از 3 ساعت دیگر باقی مانده است ما امیدواریم که چند خبر و گزارش دیگری تازه هم دسترسی ما می شود و ما می توانیم با تفصیل برای شما درباره این و یا آن خبر دیگر قصه کنیم و باوری دارم که چون همیشه ما رو در برنامه تنها نمیگذارید ما رو میتونید در پخش زنده در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی تماشا کنید و در وبسایت رادیو آزادی هم این برنامه ما دسترس خواهد بود www.azadi.org.